این سلام کردن رو درست سلام بکنیم. پیامبر صلی الله علیه و آله وقتی به کسی سلام میکرد، وقتی میخواست روبروش بشه دستشو دراز میکرد، دستش تا ته، تا این پنجه دستش میداد و نگاه تو چشمش میکرد، نه اینکه با سر انگشتش روش به طرفی باشه. گود سلام، با تمام وجودش سلام میکرد و میگفت السلام علیکم، نگاه تو چشمش و مسیر دیگه نگاه نمیکرد، دستش هم تا ته فشرده بود. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، سلامتی و امنیت بر تو باد، من دست دارم میدم و رحمت خدا بر تو باد و برکت خدا سرازیر زندگیت باد. این معنی سلامه، اینم دست من، اینم نگاهم تو چشمت. همین سلام و درست سلام بکنیم. گود سلام، گود اسمایل.